هدف بازی پورتوریکو به پایان رساندن آن با بیشترین ویکتوری پوینت است. بازیکنان برای ساختمان‌هایی که در اختیار دارند، برای صادرات کالاهایی که تولید کرده‌اند و همچنین به عنوان جایزه داشتن ساختمان‌های بزرگ ویکتوری پوینت کسب می‌کنند. اجزای بازی، تمام ساختمان‌ها و سکه‌های مورد استفاده روی صفحه بازی قرار می‌گیرد. صفحه بازی، هر بازیکن صفحه بازیش را جلوی دستش می‌گذارد. این صفحه 12 جای خالی برای ساختمان‌ها و 12 جای خالی برای مزارع دارد. کارت مزرعه، 6 نوع کارت مزرعه داریم: ذرت، نیل، شکر، تنباکو، قهوه و کوئری. ساختمان‌ها، 3 نوع ساختمان وجود دارد. ساختمان‌های تولیدی به منظور تولید هر نوع محصول بجز ذرت. ساختمان‌های بنفش که امتیازات ویژه‌ای برای بازیکنان دارد و ساختمان‌های بزرگ که در پایان بازی جایزه ویکتوری پوینت به همراه دارد. تجارتخانه برای 4 کالای مختلف جا دارد و در ازای دریافت هر کالا تعداد مشخصی سکه می‌دهد. کشتی کلونیست، مهره‌های کلونیست مورد استفاده در بازی که ساختمان‌ها و مزارع با آنها راه اندازی می‌شوند در این کشتی قرار می‌گیرند. کشتی‌های باری، 3 عدد کشتی برای حمل کالاهای مختلفی که به منظور گرفتن ویکتوری پوینت صادر می‌شوند. کارت‌های نقش، 7 عدد کارت نقش مختلف که هر کدام نشان دهنده ی حرکتی است که همه بازیکنان باید آن را انجام دهند. امتیاز ویژه هر کارت نقش برای بازیکنی است که آن کارت نقش را انتخاب می‌کند. ستلر، قرار دادن مزرعه جدید. یک کارت مزرعه که به رو گذاشته شده را بردارید و آن را در یکی از جاهای خالی برای مزرعه بگذارید. در این دور فقط بازیکنی که کارت ستلر را انتخاب کرده است می‌تواند کارت کوئری بردارد. همه کارت‌های مزرعه باقی مانده کنار گذاشته می‌شوند و کارت‌های مزرعه جدید جای آنها را می‌گیرند. میر، گذاشتن مهره‌های کلونیست جدید. بازیکنی که میر را انتخاب می‌کند می‌تواند در ابتدا یک مهره کلونیست اضافی از کشتی کلونیست بردارد. سپس در جهت عقربه‌های ساعت به هر بازیکن یک مهره کلونیست می‌رسد تا تمام مهره‌های کشتی تمام شوند. بازیکنان می‌توانند مهره‌های کلونیست جدید را در هر کدام از دایره‌های سفید خالی روی مزارع یا ساختمان‌هایی که بخواهند قرار دهند یا جای مهره‌های قبلی را تغییر داده. فقط ساختمان‌ها و مزارعی که مهره کلونیست دارند فعال و قابل استفاده هستند. بازیکنان باید تمام جاهای خالی سفید را با مهره پر کنند و اگر هم جای خالی ندارند، مهره‌های کلونیست اضافی را در سن خوان ذخیره کنند تا در فازهای میر بعدی از آن استفاده کنند. در آخر، کشتی کلونیست دوباره پر می شود. بازیکن میر به ازای هر دایره سفید خالی روی صفحه بازیکنان یک مهره به کشتی کلونیست اضافه می کند. در کمترین حالت، تعداد مهره‌های کشتی باید مطابق با تعداد بازیکنان باشد. بیلدر، قرار دادن ساختمان‌های جدید. بازیکنان می توانند با انتخاب یک ساختمان از روی صفحه بازی و پرداخت سکه بابت آن یک ساختمان جدید به صفحه خود اضافه کنند. قیمت ساختمان همان شماره است که در اولین دایره سفید روی کارت ساختمان نوشته شده. بازیکن دارنده یک کارت بیلدر برای دریافت ساختمان یک سکه کمتر می پردازد. هر کوئری پر هزینه ساختمان سازی را یک سکه کاهش می دهد. اما شما فقط می توانید از یک کوئری برای ساختمان های ردیف اول، 2 کوئری برای ردیف دوم، 3 کوئری برای ردیف سوم و 4 کوئری برای ردیف چهارم بهره ببرید. بازیکنان هر بار فقط مجاز به ساختن یک ساختمان هستند و هرگز نمی توانند 2 ساختمان یک شکل داشته باشند. ساختمان‌های مستقر شده را نمی توان کنار گذاشت. کرافسمن، تولید محصول جدید. بازیکن کرافسمن شروع کننده است و بعد از اون مابقی بازیکنان در جهت عقربه‌های ساعت بر اساس مزرعه‌ها و ساختمان‌های تولیدی پرشده‌ای که دارند محصول برداشت می‌کنند. هم مزرعه‌ها و هم ساختمان‌های تولید باید مهره کلونیست داشته باشند. تنها استثناء مزرعه ذرت است که نیازی به ساختمان تولیدی ندارد. بازیکن کرافسمن می تواند از همان محصولی که تولید می کند یک جعبه اضافی بردارد. بازیکنان
محصولاتی که برمی‌دارند را روی بادنمای صفحه بازیشان می‌گذارند. اگر هیچ محصولی در موجودی باقی نمانده باشد، به بازیکنان هم محصولی نمی‌رسد. تریدر، فروش محصول در ازای پول. بازیکن تریدر می‌تواند یک محصول را در ازای قیمت معین بفروشد و به عنوان امتیاز یک سکه اضافی بگیرد. بعد از او در جهت عقربه‌های ساعت مابقی بازیکنان هم می‌توانند محصولاتشان را بفروشند. از هر نوع محصول در هر دور فقط یکی می‌توان فروخت. اگر تجارتخانه پر شود، همه 4 محصول به موجودی برمیگردند و دیگر امکان مبادله نیست. اگر کمتر از 4 محصول در تجارتخانه باشد، محصولات باقی مانده آنجا میمانند تا در فاز تریدر بعدی پر شوند. کاپتان، صادرات محصول در ازای امتیاز یا همان ویکتوری پوینت. دارنده کارت کاپتان دست را شروع می کند و بقیه بازیکنان در جهت عقربه‌های ساعت محصولاتشان را به نوبت صادر می کنند تا جایی که دیگر محصولی باقی نماند. بازیکنان هنگام صدور محصول باید حواسشان به قوانین باشد. قوانین صادرات: 1. هر کشتی فقط مخصوص حمل یک نوع محصول است. 2. هر بار فقط یک کشتی میتواند یک نوع محصول را حمل کند. 3. کشتی های پر امکان بارگیری محصول ندارند. 4. اگر بازیکنان قادر به صدور یک نوع از محصولشان باشند، باید تمام آن را سوار کشتی کنند. 5. بازیکنان باید کشتی هایی را که برای بارگیری مجاز هستند تا جایی که ممکن است پر کنند. 6. البته بازیکنان می توانند فارغ از تعداد ترتیب صدور محصولات را انتخاب کنند. بازیکنان برای هر جعبه محصول یک ویکتوری پوینت می گیرند. بازیکن نقش کاپتان در ازای اولین بارگیریش یک ویکتوری پوینت اضافه می گیرد. وقتی دیگر امکان بارگیری محصول در کشتی ها نیست، هر بازیکن می تواند تنها یک جعبه از هر نوع محصولی که برایش باقی مانده را در بادنما ذخیره کند. مابقی جعبه ها به موجودی برمیگردند. در نهایت همه کشتی ها خالی می شوند. پرسپکتور، یک سکه رایگان. بازیکن انتخاب کننده این نقش یک سکه از بانک دریافت می کند. همین، اتفاق دیگری نمی افتد. ساختمان ها: 21 ساختمان وجود دارد. عدد زرشکی رنگ آن بالا گوشه سمت راست کارت ساختمان نشان دهنده تعداد ویکتوری پوینت هایی است که به آن تعلق می گیرد. اسمال مارکت، دریافت یک سکه اضافی برای فروش محصول. هاسیندا، در فاز ستلر بازیکن می تواند یک مزرعه از ژتون‌های به پشت گذاشته شده را بردارد و آن را در جزیره‌اش قرار دهد. سپس می تواند مثل همیشه یکی از مزرعه‌های به رو گذاشته شده را بردارد. کانستراکشن هات، بازیکن در فاز ستلر حتی اگر خودش در نقش ستلر نباشد می تواند به جای مزرعه‌های از رو گذاشته شده کوئری بردارد. هاسپیس، وقتی بازیکن یک کارت مزرعه یا کوئری برمی‌دارد، بلافاصله می تواند آن را با یک مهره کلونیست که از موجودی برمی‌دارد پر کند. اسمال ورهاوس، بازیکن در فاز کاپتان علاوه بر جعبه محصولی که می تواند روی بادنما ذخیره کند، مجاز است به انتخاب خود تمام جعبه های یکی از محصولاتش را ذخیره کند. آفیس، بازیکن در فاز تریدر ارزامی به فروختن محصول متفاوت ندارد و می تواند یک نوع محصول از پیش موجود را 2 بار به فروش برساند. لارج مارکت، بازیکن در ازای فروش محصولش به تجارتخانه 2 سکه اضافی از بانک دریافت می کند. لارج ورهاوس، مانند اسمال ورهاوس است، با این تفاوت که بازیکن در فاز کاپتان می تواند 2 نوع از محصولاتش را ذخیره کند. فکتوری، دارنده فکتوری پر در فاز کرفسمن اگر بیش از یک نوع محصول تولید کند از بانک سکه اضافی دریافت می کند. 1 سکه در ازای 2 نوع محصول، 2 سکه در ازای 3 نوع محصول، 3 سکه در ازای 4 نوع محصول و 5 سکه در ازای تمام 5 محصول. یونیورسیتی، بازیکن در فاز بیلدر می تواند همزمان با اضافه کردن یک ساختمان به شهر خود از موجودی کلونیست یک مهره بردارد و روی ساختمان جدیدش بگذارد. هاربر، بازیکن در فاز کاپتان به ازای هر دفعه بارگیری محصولاتش یک ویکتوری پوینت اضافه دریافت می کند. وارف،
بازیکن طی فاز کاپتین در نوبت بارگیریش میتواند به جای بار زدن محصولش در کشتی تمام جعبه های یک نوع از محصولاتش را در موجودی محصولات قرار دهد و دقیقاً معادل همان ویکتوری پوینتی را بگیرد که بارگیری محصول در کشتی به همراه دارد، انگار که این بازیکن یک کشتی فرضی با ظرفیتی نامحدود در اختیار دارد. ساختمان‌های بزرگ. این ساختمان‌ها فرصت گرفتن ویکتوری پوینت در پایان بازی را فراهم می‌آورند. آنها باید پر باشند تا بتوانند از ویکتوری پوینتشان بهره برد. گیلد هال. دارنده یک کارت گیلد هال پر در پایان بازی به این امتیازات میرسد: یک ویکتوری پوینت اضافی در ازای هر ساختمان تولیدی کوچک پر یا خالی که در شهرش دارد. میتواند مزرعه کوچک نیل، کارخانه شکر و امثال هم باشد. دو ویکتوری پوینت اضافی در ازای ساختمان‌های بزرگ پر یا خالی که در شهر دارد، مانند کارخانه شکر، سوله تنباکو و قهوه. رزیدنس. دارنده یک کارت رزیدنس پر در پایان بازی به ازای مزارع و کوئری هایی که در جزیره اش قرار داده است ویکتوری پوینت اضافه میگیرد. فورترس. دارنده یک کارت فورترس پر در پایان بازی به ازای هر 3 مهره کلونیستی که روی صفحه بازیش باشد یک ویکتوری پوینت اضافه میگیرد. کاستم هاوس. دارنده یک کارت کاستم هاوس پر در پایان بازی به ازای هر 4 ویکتوری پوینتی که در طول بازی کسب کرده است یک ویکتوری پوینت اضافه میگیرد. سیتی هال. دارنده یک کارت سیتی هال پر در پایان بازی به ازای هر ساختمان بنفش پر یا خالی که در شهرش دارد، ساختمان سیتی هال هم حساب می شود. یک ویکتوری پوینت اضافه می گیرد. شیوه انجام بازی. دارنده یک کارت حاکم بازی را شروع می کند. پیش از شروع در یک بازی 4 نفره به او و بازیکن سمت چپش یک مزرعه نیل تعلق می گیرد و 2 بازیکن بعدی مزرعه ذرت دریافت می کنند و همگی 3 سکه دارند. حاکم یکی از کارت های نقش را بر می دارد و آن را از رو کنار صفحه بازیش می گذارد. بعد طبق قواعد کارت نقش حرکت می کند. سپس مابقی بازیکنان به ترتیب در جهت عقربه ساعت همان قواعد را انجام می دهند تا دور کامل شود. بعد نوبت به بازیکن سمت چپ حاکم می رسد تا یکی از کارت های نقش باقی مانده را انتخاب کند و آن را از رو کنار صفحه بازیش قرار دهد و طبق قواعد کارت نقش حرکت کند. همین روال در مورد سایر بازیکنان نیز به ترتیب و در جهت عقربه ساعت طی می شود تا جایی که همگی یک بار کارت نقش انتخاب کرده و مابقی طبق قواعد کارت نقش مربوطه دور را کامل کرده باشند. جز در فاز کپتین، بازیکنان در انجام دادن یا ندادن قاعده کارت نقش مختارند یا اینکه می توانند از دریافت امتیاز ویژه این کارت صرف نظر کنند. حاکم روی هر کدام از کارت نقش هایی که در دور قبلی کسی انتخاب نکرده است یک سکه می گذارد و کارت نقش های استفاده شده را بر می گرداند و کنار آنها قرار می دهد. کارت حاکم به بازیکن سمت چپ حاکم می رسد و او دور جدید را شروع می کند. بازی دقیقاً به شکل دور قبل ادامه می یابد. پایان بازی. در انتهای دوری که حداقل یکی از 3 اتفاق زیر رخ بدهد بازی تمام می شود. در پایان فاز میر مهره‌های کلونیست کافی برای پر کردن مجدد کشتی کلونیست از مهره‌های لازم وجود ندارد. طی فاز بیلدر حداقل یکی از بازیکنان 12مین فضای ساختمانی را روی صفحه‌اش پر کند. 3. در فاز کپتین آخرین ژتون ویکتوری پوینت استفاده شود. بهتر است بازیکنانی که بعد از تمام شدن ژتون‌ها ویکتوری پوینت می‌گیرند امتیازشان را در جای یادداشت و ثبت کنند. ویکتوری پوینت‌های بازیکنان شامل امتیاز تمام ساختمان‌های معمولی و بزرگ چه پر شده و چه پر نشده با هم جمع زده می‌شود. هر بازیکنی که بیشترین ویکتوری پوینت را داشته باشد برنده بازی است. در صورت تساوی ویکتوری پوینت‌های 2 بازیکن برنده بازیکنی است که محصولات و سکه‌های بیشتری داشته باشد.
این جدول نشان دهنده تنظیمات بازی در حالتهای 3 نفره، 4 نفره و 5 نفره است.